زمان رنجیده صیاد هوش من که خواهد شد، کلید قلف لبهای خموش من که خواهد شد. خب زبایدلو تشکر. سلامت باشید. شما با این غزل خیلی محبوبیت پیدا کردید و در این زمانی که گویا که به شعر سخن کم توجه دارن مردم، اما شما توانستید که غزل زیبای استاد سعیدا رو معرفی کنید میان خلق و چهره شما نیز با واسطه این غزل معرفی شد، مخصوصا با عباره زیبای زیمان رنجیده ای. اما پس از همین عباره زیبای زیمان رنجیده ای صیاد هوش من هست، یعنی که صیاد هوش. شما همچون خواننده همین غزل میتوانید با اخلاصمندان خود با مخلصان خود همین صیاد هوش رو معیندات کنید. با فکر شخصی من اکو فکرها زیاد بودن، البته با فکر شخصی من استاد عزیز سعیدای نصفی در غزل مذکور کلمه صیاد هوش من رو به معنای یعنی دلبر به برنده دل، یعنی برنده هوش زیبایی همون دختر دیگه اکو تصویر کرده است که برنده دل زیبایی صیاد به معنای صید این خاصه. خب تشکر. و بینندگان عزیز، البته زبایدلو میگن که اینجا به معنای برنده هوش، یعنی که اونه که هوش ما و شما رو میبرد با زیباییش. و شما چه نظر دارید؟ شما درباره عباره زیبای صیاد هوش چی گفته میتوانید؟ میخواهیم که در کامنت ها بنویسید. و من از سببی که زبایدلو جان با همین غزل، البته غزل خیلی بلند محبوبیت پیدا کرد، من نیز میخوام یک کتاب خود رو هدیه کنم تا که شعرهای ما رو نیز خوانده معروف و محبوب کنند. سلامت باشید. سلامت باشید.